سلام، اینجا کانال منه، جایی برای آرامش، فکر کردن و صدای خوب کتاب. امروز میخوام براتون کتاب پاستیل های بنفش رو بخونم. اگه این فضا رو دوست داشتی حتما قسمت بعدی رو هم دنبال کن. ما سعی میکنیم که هر شب حداقل چند قسمت از کتاب رو براتون بذاریم تا اینطوری شبها هم خواب راحتی داشته باشین. خب میخوام حالا کلاً یه توضیح کلی از این کتاب براتون بدم تا اگر دلتون خواست با همدیگه همراه باشیم. رمان جذاب و دوست داشتنی کرنشا و پاستیل های بنفش درباره جکسون و خانواده‌اش که روزهای سختی رو با همدیگه سپری میکنن، چون که پدر خانواده به بیماری MS دچار شده و به همین خاطر شغلش رو از دست داده. این خانواده دیگه پولی برای پرداخت اجاره خونه و خرید غذا ندارند. اوضاع به قدری وخیمه که در آینده نزدیک تمام اعضای خانواده یعنی جکسون، خواهرش، والدین و حیوان خانگیشان مجبور خواهند شد که در مینی ون زندگی کنند. البته والدین تمام تلاش خود را می کنند تا فرزندان را از این مسائل دور نگه دارند. بخش اول، دری برای باز شدن. من به چند چیز عجیب در مورد گربه موج سوار پی بردم. اولین چیز، او یک گربه موج سوار بود. دومین چیز، روی تیشرتش نوشته شده بود گربه ها رئیس سگ های آشغال. سومین چیز، یک چتر بسته در دستش بود. گویی نگران این بود که نکند تا مغز استخوان خیس شود. ولی وقتی دقیق به آن فکر میکنی در میابی که این کار دقیقاً برعکس موج سواری است. آخرین چیز، به نظر می رسید که کس دیگری به جز من او را در ساحل نمی بیند. روی یکی از موجهای خوب دریا سوار شده بود و خیلی نرم موج سواری می کرد. ولی همین که به چند قدمی ساحل رسید به اشتباه چترش را باز کرد. ناگهان طوفان او را با خودش به آسمان برد و از بیخ گوش مرغ دریایی رد شد. حتی مرغ دریایی هم متوجه حضور او نشد. گربه موج سوار مانند بادبادک پشمی بالای سر من ظاهر شد. صاف بالا را نگاه کردم. او هم مستقیم به پایین خیره شد و برایم دستی تکان داد. کت سفید و سیاه به سبک پنگوئن‌ها پوشیده بود. به نظر می رسید با آن لباس‌های شیکش می خواهد به جای زیبایی برود. به طرز شگفت‌آوری برایم آشنا می آمد. زیر لب زمزمه کردم: کرنشا. سپس نگاهی به دور و برم انداختم. از جلوی آدم‌هایی که قلعه‌های شنی می‌ساختند، با بشقاب پرنده بازی می‌کردند و دنبال خرچنگ‌ها می‌دویدند گذر کردم. ولی کسی را ندیدم که به گربه معلق در آسمان نگاه کند. چشم‌هایم را محکم به هم فشردم و خیلی آهسته تا 10 شمردم. به نظرم 10 ثانیه برای اینکه دیوانه نشوم زمان مناسبی بود. یک دفعه همه چیز دور سرم چرخید. این احساس وقتهایی که خیلی گرسنه هستم به سراغم میآید. آن روز به جز صبحانه چیز دیگری نخورده بودم. وقتی چشمانم را باز کردم نفس راحتی کشیدم. چون خبری از گربه نبود و آسمان آبی بیکران عاری از هر چیزی بود. کمی آن طرفتر چتری همانند دارتی غول‌پیکر به ماسه ها برخورد کرد. چتر به رنگ قرمز و زرد بود و رویش تصاویر موش‌های فسقلی خندان به چشم می‌خورد. روی دسته چتر با مداد رنگی نوشته شده بود: این چتر مال کرنشاست. دوباره چشمهایم را بستم تا 10 شمردم و باز کردم. چتر یا موشک یا اصلا هر کوفت دیگری که بود درست مانند گربه غیب شده بود. ماه ژوئن داشت به پایان خودش نزدیک می شد.
هوا گرم و خوشایند بود، ولی من بدنم یخ بسته بود. احساس می‌کردم می‌خواهم به داخل استخری با عمق زیاد بپرم. درست همانند مسیری که پیش می‌روید ولی هنوز به آن نرسیده اید و این را هم می‌دانید که راه برگشتی وجود ندارد. مسئله قابل توجه این است که من اصلاً آدم خیالاتی نیستم و دوست خیالی و فرضی هم ندارم. راست میگویم. پاییز امسال به کلاس 5 میروم. در این سن فاجعه است که همه گمان کنند دیوانه شده ای. من به حقایق علاقه دارم. از اول هم همینطور بودم. چیزهای حقیقی و واقعی مثل قاعده 2+2 می شود 4 یا واقعیتی که می گوید کلم بروکسل مزه جوراب ورزشی بوگندو می دهد. خیلی خوب، تسلیم. دومی ممکن است بیشتر به ذائقه افراد بستگی داشته باشد. به هر حال من خودم هم هرگز جوراب بوگندوی ورزشی نخوردم. برای همین شاید حدسم درست از آب در نیاید. حقایق برای دانشمندان بسیار با ارزش هستند. من هم در آینده می‌خواهم دانشمند شوم و شیفته واقعیت‌های طبیعت زنده هستم. مخصوصاً همان چیزهایی که مردم با شنیدنشان شاخ در می‌آورند و می‌گویند نه بابا مگه میشه؟ مانند این واقعیت که می‌گوید یوز پلنگ‌ها می‌توانند 110 کیلومتر در ساعت بدوند، یا اینکه سوسک بدون سرش میتونه بیشتر از 2 هفته زنده بمونه، یا اینکه وزغ‌های شاخدار برای دفاع از خودشون خون از چشمشون پرتاب میکنن. من دوست دارم جانور شناس شوم، ولی هنوز نمیدانم که روی چه جانورانی آزمایش کنم. در حال حاضر علاقه شدیدی به خفاش‌ها دارم. همچنین عاشق گربه‌ها، خوچه هندی، مارها، موشها و گاوهای دریایی هم هستم. با این حساب برای بعدها انتخاب‌های زیادی دارم. به دایناسورها هم علاقه خاصی دارم، ولی هزاران سال پیش نسلشان به کل نابود شده است. من به همراه دوستم ماریسول کشته مرده این بودیم که باستان شناس شویم و فسیل‌های بجامانده از دایناسورها را پیدا کنیم. ماریسول همیشه استخوان‌های مرغی که ته بشقابش می‌ماند را در جعبه شنی دفن می‌کرد تا عملیات کاوش را روی آنها تمرین کند. تابستان امسال من و ماریسول نوعی سرویس خدمات رسانی به حیوانات را راه اندازی کردیم و اسمش را هم محل نگهداری از حیوانات عزیز گذاشتیم. هر از گاهی که با حیوانات به پیاده روی می رفتیم در مورد حقایق طبیعت با هم گفتگو می کردیم. دیروز ماریسول به من گفت که یک خفاش می تواند در 1 ساعت 1200 پشه را یک جا بخورد. حقایق یک سر و گردن بالاتر از داستانها هستند. داستانها را نمی توان دید و نمی توان لمس و اندازه گیری کرد. البته گاوهای دریایی هم نمی توان لمس کرد. وقتی به قعر داستانها پی می برید می بینید که یک مشت دروغ و اراجیف بیشتر نیستند. من هم برای گوش دادن به این دروغها وقتی ندارم. هیچ وقت چیزهای غیر واقعی به دلم نمی نشست. در کودکی هم لباسهای بتمن و یا طرح حیوانات را به تن نکردم. هیچ وقت هم ترسی از هیولاهای خوناشام زیر تختم نداشتم. مادر و پدرم میگویند وقتی که من پیش دبستانی بودم دور کلاس میچرخیدم و به همه میگفتم که من حاکم کره زمین هستم. ولی فقط برای چند روز این کار را کردم. احتمالاً آن موقع خیال پردازیم گل کرده بود. ولی بیش از نیمی از بچه‌ها دوست خیالی دارند. یک روز به مادر و پدرم من را برای دیدن خرگوش عید پاک به فروشگاه بردند. روی چمن‌های مصنوعی کنار تخم مرغ‌های بزرگ ساختگی درون سبد غول‌پیکر ایستادیم. وقتی نوبت به من رسید
تا با خرگوش عید پاک عکس بندازم، چشمم به پنجه هاش افتاد و سریع اونا رو کشیدم. دست یک مرد داخلش بود که موهای کم پشت بور و حلقه ازدواج طلایی رنگ داشت. داد زدم این آدمه، خرگوش عید پاک نیستش که. همون موقع دخترکی از شنیدن حرف من مانند ابر بهار اشک ریخت. مسئول فروشگاه ما را به زور از آنجا بیرون کرد. من سبد مجانی آب نبات‌های تخم مرغی را نگرفتم و با آن خرگوش دروغین بزرگ هم عکس نینداختم. همونجا بود که دریافتم آدم‌ها طاقت شنیدن حقیقت را ندارند. بعد از جریان خرگوش عید پاک، والدینم رفته دلواپس شدند. به جز آن 2 روزی که حس کردم حاکم کره زمین هستم، خیال بافی دیگری از من سر نزد. خیلی ها فکر میکردن که شاید زود عاقل شدم و یا زیاد جدی هستم. پدرم با خودش فکر میکرد که باید قصه های بیشتری را برایم میخواند و مادرم هم فکر میکرد که باید دیدن مستندهای طبیعت را برایم ممنوع میکرد. همان سکانس هایی که حیوانات یکدیگر را وحشیانه شکار میکنند. این مسئله را با مادر بزرگم در میان گذاشتند. میخواستند بدانند که آیا من بیشتر از سنم رفتار میکنم یا نه. مادر بزرگم هم به آنها گفت که دلشوره نداشته باشند و مهم نیست که چقدر بزرگتر از سنم به نظر میرسم، چون وقتی پا به سن نوجوانی بگذارم خود به خود درست میشوم. چند ساعتی بعد از دیدن کرنشا در ساحل دوباره او را دیدم. این بار نه موج سواری میکرد و نه چتری در دستش بود. دوباره به جز من آدم دیگری او را نمیدید. فقط من میدانستم که او آنجاست. ساعت تقریبا 6 عصر بود. من و خواهر کوچکترم رابین در اتاق نشیمن خانه من کورنفلکس بازی میکردیم. کورنفلکس بازی برای زمانهایی که دلتان ضعف می رود و چیز زیادی برای خوردن ندارید حقه خوبی است و تا حدودی جلوی گرسنگیتان را می گیرد. این بازی را وقتی ابدا کردیم که از گرسنگی شکممان صدا می داد. مثلا شکم من قرقر می کرد. وای دلم یه برش پیتزای پپرونی می خواد. بعد شکم رابین می گفت شاید هم بیسکویت ترد ریتز با کره بادام زمینی. خواهرم کشته مرده بیسکویت است. بازی کورنفلکس مثل آب خوردن است. فقط چند کورنفلکس یا تکه نان لازم است. حتی از اسمارتیز هم می توانید استفاده کنید. به شرطی که مادرتان آن گوشه کنارها نباشد که بگوید باز هم که رفتی سر وقت شیرینی جاد. به نظرم شما هم فقط در عیدها رنگ شیرینی و شکلات را در خانه هایتان می بینید. در خانه ما این تنقلات به سرعت تمام می شود. ابتدا هدفی را برای انداختن خوراکی ها به درون آن انتخاب کنید. چیزی مثل کاسه یا فنجان برای این کار عالی است. از سطل آشغال استفاده نکنید چون پر از آلودگی و کثیفی است. من گاهی اوقات از کلاه کپ استفاده می کنم که البته آن هم چندان پاکیزه نیست، چون یک دختر بچه 5 ساله هم می تواند تحرک زیادی داشته باشد. کاری که باید انجام دهید این است: یک تکه کورنفلکس را بردارید و تلاش کنید که آن را به داخل سبد یا کاسه بیاندازید. تا زمانی که موفق به کسب امتیاز نشدید نمی توانید کورنفلکس بخورید. قبل از شروع بازی مطمئن شوید که هدف را خیلی دور گذاشته اید، چون در غیر این صورت خوراکی هایتان خیلی زود تمام می شود. حقه بازی این است: انداختن کورنفلکس به درون سبد باید آنقدر طول بکشد تا گرسنگی از سرتان بپرد و یا دست کم برای زمانی کوتاه از ذهنتان بیرون برود. من عاشق طعم کورنفلکس عسلی هستم، ولی کورنفلکس میوه‌ای باب میل رابین است. وقتی
وقتی در کابینت های آشپزخانه چیزی برای خوردن پیدا نمی شود، مادرم می گوید باید با هر چیزی که هست کنار آمد. وقتایی که این موضوع یادمان می رود، مادرمان دوباره این مسئله را به همان گوشزد می کند. اگر کورنفلکس شما تمام شد و شکمتان هنوز قار و قور می کرد، می توانید برای پرت کردن حواس خود جویدن آدامس را امتحان کنید. می توانید آن را پشت گوشتان مخفی کنید تا هر وقت که دلتان خواست دوباره آن را بجوید. حتی اگر بی‌مزه شده باشد. لااقل فایدهش این است که دهانتان یک سره کار می کند. موقعی که داشتیم کورنفلکس های سبوسدار پدرمان را داخل کلاه می انداختیم، کرنشاه ظاهر شد. البته اینطور به نظر می رسید که دارد خودش را نشان می دهد. نوبت به پرتاب من رسید. یکی از کورنفلکس ها را مستقیم به داخل کلاه انداختم. وقتی رفتم آن را بردارم، به جای کورنفلکس 4 پاستیل بنفش پیدا کردم. من عاشق پاستیل های بنفش هستم. چند دقیقه‌ای به آنها زل زدم، سپس گفتم این پاستیل های بنفش از کجا اومدن؟ رابین کلاه را برداشت. اول تصمیم داشتم کلاه را از چنگش در بیاورم، ولی بعد نظرم تغییر کرد. رابین کوچک است و اگر شما هم جای من بودید دوست نداشتید حتی یک لحظه هم با او درگیر شوید. این را هم بگویم که رابین گاز هم میگیرد. خواهرم گفت این پاستیلا سحرآمیزند. سپس شروع به تقسیم کردن پاستیل ها کرد. یکی مال من، یکی مال تو، 2 مال من. شوخی میکنی رابین؟ این مسخره بازی ها رو جمعش کن. این چه وضعشه؟ رابین 2 از پاستیل ها را در دهانش گذاشت و گفت اینقدر سر به سرم نذار آریتا. خوچه هندی بزرگ و پشمالوی ما جلدی خودش را پیش ما رساند تا اوضاع را بررسی کند. رابین گفت این پاستیل ها برای تو نیست. تو یه خوکچه ای. پس باید غذای خوکچه ها رو بخوری خانم کوچولو. ولی آریتا با بینیش هوا را بو می‌کشید و گوشهایش به سوی در ورودی سیخ شده بود. انگار مهمان ناخوانده داشتیم. فریاد زدم مامان تو پاستیل خریده بودی؟ مادرم از آشپزخانه جوابم را داد آره کنارش خاویارم برات خریدم. 2 از پاستیل هایم را برداشتم و گفتم جدی پرسیدم. مادرم پاسخ داد تو همون کورنفلکس های بابات رو بخور، یه هفته سیر نگهت می‌داره جکسون. بعد از چند دقیقه مادرم در آستانه در ظاهر شد. دستمال آشپزخانه در دستش بود. آهی سر داد و گفت شما 2 هنوز گشنتونه؟ یکم ماکارونی و پنیر از شام مونده. یه نصف سیب هم هستش که میتونید 2 با هم بخورید. سریع گفتم نه من گشنم نیست. زمانی را به یاد آوردم که در خانه همه چیز برای خوردن داشتیم. من مدام نق می زدم که چرا آن چیزی که من دوست دارم تمام شده است. ولی این اواخر همه چیز در حال تمام شدن بود. احساس می کردم که مادر و پدرم بابت این موضوع خون دل می خورند. رابین گفت ما چند پاستیل داریم مامان. مادرم رو به ما گفت باشه خب فدای سرتون. فردا حقوقم رو میگیرم، برگشتنی میرم فروشگاه و واسه شام یکم خرت و پرت میخرم. بعد از گفتن این حرف سرش را طوری تکان داد که انگار یکی از کارهای لیست روزانه‌اش را علامت زده است. سپس به آشپزخانه برگشت. رابین در حالی که دم اسبی موهای طلایی‌اش را دور انگشتش میپیچاند به من گفت پاستیلات رو نمیخوری؟ اگه میخوای در حقت خوبی کنم میتونم اونا رو به جات بخورم. گفتم میخورم ولی الان نه. برای چی الان نه؟ از اون پاستیل بنفشاست از همونایی که دوست داری. اول باید یکم در موردشون فکر کنم. تو واقعا داداش عجیب و غریبی هستی. من میرم تو اتاقم. آریتا میخواد لباس بپوشه. 2 دلم.
یکی از پاستیل ها را جلوی نور نگه داشتم. به نظر بی ضرر می آمد. رابین در حین اینکه آریتا را با خود می برد گفت مخصوصاً کلاه و جوراب رو خیلی دوست داره. مگه نه عزیزم؟ آریتا از خوشحالی برق از چشمانش پرید. همیشه برای همه کار آماده بود. ولی وقتی که با رابین به اتاق می رفت به سمت پنجره نگاه کرد و ناله‌ای سر داد. به طرف پنجره رفتم و به بیرون نگاهی انداختم. به پشت کاناپه ها سرک کشیدم و سریع به اتاق نشیمن پریدم و در کمد را باز کردم. ولی هیچ کس نبود. هیچ کس. اثری از گربه موج سوار یا کرنشا نبود. آن چیزی که در ساحل دیده بودم را از همه مخفی کردم. چون رابین مطمئناً فکر میکرد که سر به سرش میگذارم و مادر و پدرم هم وحشت زده و دلواپس میشدند که نکند دارم دیوانه میشوم. یا شاید هم تصور میکردن که چه خوب دوباره با دوست نامرئی قدیمیم رفیق شدم. پاستیل ها را بو کردم. خدا را شکر آنچنان بوی انگور نمیدادند. واقعی به نظر می رسیدند. به علاوه این که خواهر کوچک واقعی هم چند تا از آنها را خورده بود. قانون شماره 1 دانشمندان این است. همیشه یک توضیح منطقی برای همه چیز وجود دارد. فقط لازم بود که پیدایش کنم. شاید پاستیل ها غیر واقعی و یا حتی بدمزه بودند. درست نمیدانم. من فقط کسل و ناخوش بودم. دستم را به پیشانی هم چسباندم. شوربختانه تب هم نداشتم. شاید در ساحل دچار گرمازدگی شده بودم. ولی دقیقاً مطمئن نبودم که گرمازدگی چطور چیزی است. اما به نظرم چیزی شبیه به دیدن گربه های پرنده و پاستیل های سحرآمیز بود. شاید خوابیده بودم و مدت زیادی گرفتار رویای عجیب و ناخوشایندی شده بودم. پاستیل ها در دستم واقعی به نظر نمی رسیدن. شاید فقط گرسنه بودم. گرسنگی می تواند شما را از خودتان در بیاورد و تا حدودی به سوی دیوانگی سوق دهد. اولین پاستیل را خیلی با دقت و آهسته جویدم. اگر غذایتان را در لقمه‌های کوچک بخورید، زود تمام نمی شود. صدایی در سرم گفت هیچ وقت از آدم‌های ناشناس خوراکی نگیر. ولی رابین آنها را خورده بود و سر و مرو گنده در اتاقش بازی می کرد. اگر هم ناشناسی در کار بود، از نوع نامرئی بود. این توضیحات منطقی به کنار. اکنون فقط این را می دانستم که این پاستیل های بنفش خوشمزه تر از کورن فلکس های سبوسدار پدرم هستند. خب فکر کنم برای امروز کافی باشه. امروز دیگه با هم دیگه 4 تا قسمتش رو خوندیم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. با شنیدن قصه من خواب راحتی اومده باشه به چشماتون و خوشحال میشم که دوباره با من همراه باشین تا قسمت‌های دیگر رو با هم دیگه بخونیم. شبتون خوش.